باز هم سیمپسون ها از قبل فینال جام جهانی رو پیشگویی کرده بودن. از قبل به ما گفته بودن که قهرمان جام جهانی 2022 کیه، مثلا بعد جام جهانی قرار چه اتفاقاتی بیفته. این سیمپسون ها مخ آدمو میتره کنن. سلام، امیدوارم می‌خواستم بگم حالتون خوب باشه ولی حال هیچ کس تو این روزا خوب نیست. مثل همیشه قبل اینکه بریم سراغ داستان و چیزایی که توی سیمپسون ها هست رو بهتون بگم، یادتون باشه دکمه سابسکرایب قرمز اون پایین رو بزنید تا زودتر به خانواده 20000 نفره تبدیل بشیم. دکمه زنگوله رو بزنید که اولین نفر متوجه بشید من ویدیو گذاشتم و لایک و این چیزا هم یادتون نره دیگه. خب همونجوری که میدونید تو رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر هستیم و برای خیلی‌ها این جام جهانی چجوری بگم خیلی ویژه بوده، خیلی دنبالش می‌گردن چون خیلی از بازیکن‌های بزرگ آخرین جام جهانیشونه و میدونین خلاصه خیلی دنبالشن تا بدونن کی آخر قهرمان جهان میشه. ولی این انتظار فقط برای اوناییه که سیمپسونا رو نمیشناسن و بهش اعتقاد ندارن. البته اعتقاد کلمه درستی نیست، بهتره بگیم پیش سازی شدن هایی که سیمپسونا بهمون نشون نمیدن رو قبول ندارن. مثلا همیشه سیمپسون ها یه چیز مهم توی فوتبال هم از قبل برنامه‌ریزی کردن که تا همین الان درست سر اومد. همیشه من هر وقت چیزی رو میذارم میگم تو چرا اینو الان گذاشتی، قبلش میذاشتی اگر اسمش پیشگویی قبلش باشه. این دفعه میخوام بذارم ببینیم درست در میاد یا نه. طبق این قسمتی که پخش شده، هومر سیمپسون همون پدر خانواده سیمپسون ها توی یه بازی شروع میکنه به داوری، یعنی داور اون بازی میشه و طبق گفته توی انیمیشن این بازی فینال جام جهانیه و جالب اینه که فینالیستای این مسابقه یکیش برزیله و یکیش تیمیه که قرمز پوشیده. تا چند روز پیش من فکر می‌کردم اسپانیاست ولی احساس میکنم که پرتغاله، چون لباس قرمز پوش بین این 8 تیمی که اومدن بالا فقط یه دونه پرتغال مونده، مراکش هم هست که فکر نکنم. ولی فینالیست یکیش برزیله و توی تیکش هم میبینیم که بازیکن‌های برزیل شروع میکنن به خوشحالی و اعتراض کردن و این چیزایی که خب این نشون میده که حتما دارن قهرمان میشن. و چیزی که سیمپسونا به ما نشون داد اینه که برزیل امسال قهرمان جام جهانی میشه. البته این تنها پیشگویی نبود که اونا داشتن و یه پیشگویی دیگه توی فضای مجازی پخش شده که البته نمیدونم واقعیه یا نه. این یه جورایی ساختگیه ولی خب تو این سکانس نشون میده که دو تا فینالیست داریم، یکیش پرتغال یکیش مکزیک که البته پرتغال مونده مکزیک رفته. 8 تا تیم موندن. حالا بین این 8 تا فینالیستایی که سیمپسونا اعلامش کردن یکیش برزیل و اون یکیش احتمالاً پرتغاله. نظر شما چیه؟ به نظرتون بین این 8 تا تیمی که بالا اومدن کیا میرن فینال؟ بجز البته اون پیشگویی سیمپسونا به نظرتون کیا میرن بالا؟ سیمپسونا میگن برزیل و پرتغال یا مراکش میرن بالا و قهرمانم برزیله. شما نظرتون چیه؟ به نظرتون پیشگویی سیمپسونا درست در میاد یا نه؟ اگر این ویدیو رو بعد بازی فینال دیدی حتما یاد باشه اگه درست گفته بودم و سیمپسونا درست گفتن دکمه سابسکرایب اون پایین رو بزنید. خودتون حتما نظر خودتون پایین بگید بین این 8 تیمی که اومدن بالا فینال کیان. دمتون گرم تا آخر این ویدیو همراه من بودید. حتما یادتون باشه دکمه سابسکرایب بزنید، زنگوله هم بزنید. یه شب همین ویدیو داریم و اینکه لایک و نمیدونم کامنت و این چیزا هم یادتون نره. یه کامنتتون هم بگید که نظرتون در رابطه با این داستان چیه. البته بازم بهتون بگم سیمپسونا پیشگو نیستن، در واقع همونجوری که قبلا گفتم برنامه‌ریزی شده ها رو میگن، یعنی اتفاقاتی که قراره تو جهان بیافته رو اینا مثلا میدونن. مثلا اون سازنده سریال کله گنده است خبر داره که قراره این اتفاقا بیفته و میاد در آتش با تو انیمیشنش جاگذاری میکنه. البته این ایده خودم، حالا هر کس نظریه‌اش فرق. دمتون گرم تا آخر ویدیو همراه من بودید. دیگه حرف نمیمونه. دمتون گرم. فعلا